دوستان عزیز، امروز نکته جالب برای درمان لکنت دارم. چرا افرادی که دچار لکنت هستند با کودکان و افرادی که مقامشان کمتر هستند از نظر اجتماعی و اقتصادی دچار لکنت کمتر میشن؟ به خاطر که احساس تهدید و قضاوت کمتر دارد، یک، اعتماد به نفس آنها بیشتر هستند، دو، ترسی از قضاوت کردن ندارد، سه، و چهارم اینکه موقع حرف میزنن بیشتر به فکر نحوه گفتار نیستند. و عکس آن، یعنی زمانی که ما با افرادی که از نظر اقتصادی و یا از نظر اجتماعی بالا هستن ما حرف میزنیم، لکنت ما بیشتر میشه. ما چطور این مشکل رو حل کنیم؟ ما باید اعتماد به نفس، عزت نفس خود را ببریم بالا، یک، و دیگه ترسی از قضاوت کردن دیگران نداشته باشیم و تمام اعضای بدن خود را ارزش بیشتر قائل باشیم و موقعی که حرف میزنیم خود را از دیگران کمتر احساس نکنیم. تا ویدیوی بعدی، خدا حافظ شما.